دوستان و همراهان عزیز، داستان کوتاهی که خواهید شنید نامش هست 2 ماهی در نقلدان، نوشته علی اشرف درویشیان. این داستان در کتاب مجموعه داستان‌های آبشوران منتشر شده و نوشته علی اشرف درویشیان، نویسنده صاحب نام و معاصر ایرانی است که در آبان ماه سال 1396 از دنیا رفت. شرح حال مختصری از علی اشرف درویشیان رو میتونید در کپشن این ویدیو بخونید. با من همراه باشید و داستان 2 ماهی در نقلدان رو بشنوید. بعد از ظهر پنجشنبه بود. مثل همه پنجشنبه ها خاموش و دلگیر و کمی هم خوشی تعطیلی جمعه. اواخر پاییز بود. اتاق هنوز نم داشت. 1 هفته پیش سیل اومده بود. بابام زیر کرسی خوابیده بود. آفتاب روی دیوار کاهگلی حیاط رنگ می باخت. دلم میخواست آفتاب نره، هیچ وقت نره و مشخام همه خود به خود نوشته بشن و بابام از خواب بیدار نشه. هر وقت بلند میشد بهونه میگرفت و کتکمون میزد. دلهره شنبه تو دلم بود. اون همه مشق و جدول ضرب و معلم نامهربون و صدای ماست فروش دورگرد در کوچه. چرا هیچ کس نبود که دوستمون داشته باشه؟ اما بود. بچه گربه هایی بودند که شبها دزدکی تو جامون می بردیم. دست هامونو می لیسیدند و برامون خورخور می کردند. اما تا غافل می شدیم می رفتند و پای بابا رو گاز می گرفتند و می لیسیدند و بابام پرتشون می کرد توی حیاط. شعر کودک یتیم رو زمزمه می کردم که کوزش شکسته بود. به یاد گنجشکم افتادم که چند روز پیش مرده بود. از مدرسه که اومدم مرد. شاید دست گیر داده بودم تا از مدرسه برگردم اون وقت بمیره. من که اومدم کز بود. موچه کشیدم نیومد. رفتم نزدیک. سرشو زمین گذاشت و مرد. آفتاب میپرید. اگه توی عاشورا میرفتم آفتاب رو میدیدم که هنوز از روی دیوار نانوایی بالا نرفته بود. حوصله بیرون رفتن نداشتم. کرسی منو به خودش چسبونده بود. بابام خورخور میکرد. گرسنم بود. اما ننه من و اکبر رو قسم داده بود که دست به نون نزنیم. ننه با التماس گفته بود به پیر، به پیغمبر پول ندارم دوباره نون بخرم و بعد گفته بود بگین به امام رضا نون نمیخوریم. ما هم ایستاده بودیم کنار دیگ نان و با هم گفته بودیم به امام رضا به جون ننه نون نمیخوریم. ننه رفته بود بازار کلوچه پزها تا کلش‌هایی رو که چیده بود به صاحبکارش بده و با مزدش برای شب از وسط راه کله پاچه بخره. اگه دکون صاحبکار ننه بسته می بود خیلی غمگین می شد و تا خونه گریه می کرد. روزنامه روی در تکان می خورد. عکس 3 بچه روی روزنامه بود که خرس بزرگی رو بغل کرده بودند. خرس خیلی توپلی و قشنگ بود. دوباره به یاد شعر کودک یتیمی افتادم که عکسش توی کتابمون بود. دلم تنگ بود. یه چیزی میان گلوم پایین و بالا رفت. از گلوم بالا اومد توی صورتم و از چشمهام بیرون اومد و صورتمو گرم کرد. با پشت دستم صورتمو پاک کردم. شوری اشک در ترک‌های پشت دستم دوید و کز کرد. گوشه در باز شد. اکبر کله‌شو تو اتاق کرد و بعد با نوک پا میان اتاق سرید. سر گذاشت بیخ گوشم و پچ پچ کرد 2 ماهی کوچولو اومدن تو چشمه لب عاشورا، میای بریم بگیریمشون؟ از جا پریدم و گفتم آره بریم یواش که بابا بیدار نشه. تکون که خوردم کرسی جیر سختی کرد. خورخور بابا قطع شد. نفس من و اکبر در سینمون برید. بابا شونه به شونه شد و بریده نالید خدایا غضبت رو از ما دور کن.
همونطور سر جامون نشستیم و به بالای کرسی زل زدیم. روی کرسی یک کلاف نخ کلش با یه سوزن افتاده بود. بابا خورخورش را از سر گرفت. با توک پا رفتم و نقلدان کوچکی رو که گوشه تاقچه بود برداشتم. نقلدان گلوش ترک خورده بود. از میان آشورا پیدا کرده بودم. با اکبر رفتیم. به چشمه که رسیدیم اثری از ماهی ها نبود. دلخور شدم و به اکبر گفتم کجان پس؟ بازم دروغ گفتی نادرست؟ اکبر گفت نادرست خودتی، حتما رفتن زیر لجنها. دست بردم زیر لجنها و کاویدم. یک ماهی با شکم زرد شلاقه زد. اکبر با شادی گفت آی ای امام زمان، اونهاش. نقلدان رو پر از آب کردیم. 2 نفری با تلاش ماهی ها رو گرفتیم. آفتاب رسیده بود لبه بام نانوایی. سوز و سرمای غروب دست هامون رو بی‌حس کرده بود. آهسته اومدیم تو اتاق. ننه هنوز نیومده بود. اتاق کمی تاریک شده بود. بابا همچنان خورخور می کرد. بچه ها و خرس روی روزنامه ها محو شده بودند. یواش رفتیم زیر کرسی. با شکم خوابیدیم و نقلدان رو جلومون گذاشتیم. ماهی ها با چشم های دریده ما رو تماشا می کردند. اکبر دست برد و نقلدان رو جلوی خودش کشید. من دوباره اونو جلوی خودم کشیدم. اکبر با نونوری گفت مال خودمه ها. با رنجش گفتم نقلدانش که مال منه، تازه من برات گرفتمش. با تندی گفت مال خودمه، من اول پیداش کردم. آهسته گفتم پس نقلدان من چی میشه؟ گفت الان میرم کاسه میارم. خواست بلند بشه که پاش خورد به آتش ریز زیر کرسی. خورخور بابا ناتمام موند. از ناراحتی لپ اکبر رو که نرم و بیخون بود گرفتم و فشار دادم و از حرص لرزیدم. اکبر جیغ خفه‌ای کشید آی. ماهی ها ساکت ایستاده بودند و هی آب می‌خوردند. کرسی تکان خورد. بابا ایستاده بود بالای سر ما. چشمهاش مثل چشم ماهی ها شده بود. از ترس رفتیم زیر کرسی و لحاف رو از زیر محکم گرفتیم. 2 مشت از پشت لحاف روی کله های ما پایین اومد. لحاف رو ول دادیم و با جیغ و داد زدیم بیرون. نقلدان دست بابام بود. در رو باز کرد و اونو ول داد وسط حیاط. ماهی ها روی زمین پرپر زدند. کلاغی لب بام قار کرد. اومد و ماهی ها رو برد. از دور ابرهای آسمان سیاه می شدند. توی تاریکی روی پله های پشت بام چنباتمه زده بودیم. پچ پچ بغض‌آلود ما دل تاریکی رو می خراشید. تقصیر تو بود. نه خیرم، تقصیر تو بود. دلم فشرده می شد. از آشورا صدای توله سگی کتک خورده می اومد. ننه هنوز نیومده بود. شاید دکان صاحبکارش بسته بود و او هنوز منتظر پشت دکان نشسته بود.